از من به تو یادگار ای عزیز. هر انسانی داستانی دارد در زندگی، داستانی که اگر واقعا بشنوی شاید اشک‌هایت جاری شود. به عنوان مثال، آن مردی که در ترافیک بی‌حوصلگی می کند، ما چه می دانیم؟ شاید شب قبل را کنار تخت بیمار عزیزش گریه کرده باشد. آن زنی که با خشونت پاسخ تو را می دهد، شاید سال هاست صدایش را هیچ کسی نشنیده باشد. همه ما آدم ها بارها همدیگر را قضاوت کرده ایم، بی آنکه بدانیم پشت هر نگاهی دنیایی از رنجها و آرزوها پنهان شده است. زندگی هر کسی کتابی است که ما فقط یک صفحه از آن را خوانده ایم. شاید اگر فصلهای قبلی را می دانستیم دیگر نمی توانستیم حتی به سخت‌ترین آدم‌ها هم بی‌اعتنایی کنیم. اینو بدون عزیز، نفرت همیشه از ندانستن می آید و عشق از تلاش برای فهمیدن.